بسم الله الرحمن الرحیم. مژده لطف است ز رب کریم. سلام بنده های خوب خدا، همنشینای نازنین و مهربان و دوست داشتنی یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید. کارشناس و متخصص و بلد راه ما در مسیر دریافت و آموزش راهکارهای تربیتی از نگاه امیرالمومنین امام علی علیه السلام، استاد رمزی اوحدی هستند و منتظرین تا گفتگومون رو شروع بکنیم. مایی که به دعای شما شهر مقدس قم هستیم، نزدیکی های حرم مطهر کریمه اهل بیت در امامزاده موسی مبرقع که هم آمدیم ایشان دارد بکنیم، نایب الزیار شما بکنیم، هم این ذریح مطهر رو که در برگیرنده 40 نفر از نوادگان ایشان و حضرت جوادالائمه علیهم السلام هست، و همین که چند قدم اون طرفتر هم یک امامزاده واجب التعظیم از فرزندان سجاد علیه السلام هستند به نام امامزاده زید. شما اینجا که تشریف میارید تو فاصله چند متری تقریباً 42 امامزاده رو در واقع به نوعی زیارت میکنید. انشاءالله که قسمتتون بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کارشناس برنامه ما استاد رمزی اوحدی هستند که مجدد قدم به چشم حقیر گذاشتن. خوشحالم از زیارتشون. سلام، خیر مقدم. خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی، همکاران بزرگوارتون و بینندگان عزیز عرض سلام و ارادت خودم را تقدیم میکنم. سلامت باشید. و برای اونها سلامتی و نیکبختی از درگاه مقدس باری تعالی میطلبم. زنده باشید، محبت دارید. خیلی ممنونم از دعای خیرتون. شما رو میگیرن و میبرن سر سفره اخو القرآن کریم، نهج البلاغه شریف، کلام حضرت مولا، و از اونجا روش ها و راهکارهای تربیتی رو استخراج میکنن، تبیین میکنن موضوع تربیت رو در مقاطع مختلف زندگی و ما هم تا به حال استفاده کردیم، الان هم سراپا گوشیم. بله، یکی از نکاتی که در زندگی امام علی علیه السلام ما مشاهده میکنیم، گوش زد ایشون تو نهج البلاغه به مبحث شیطانه. این که ما شیطان رو بشناسیم، نحوه حمله ها و حیله هاش رو بدانیم، میشه گفت که یکی از ابزارهای مهم تربیتیه. چون عامل سقوط و انحراف و بد تربیتی یکی از عوامل مهمش شیطانه. لذا شما نگاه میکنید تو فرازهای مختلف امام علی علیه السلام به مبحث شیطان و شیطان شناسی و روشهای مواجهه با اون و دفع حیله های او و حمله های او اشاره میکن. در یک تقسیم کلی جناب آقای قوامی، شیطان دو بخشه. یعنی ما دو جور شیطان داریم. یه شیطان جنی داریم که قابل دیدن نیست و یک شیطان انسی، یعنی انسانهای شیطان نما، که این دسته دوم ابزارهایی هستن برای اون شیطان جنی. اینهایی که تو عالم خونریزی میکنن، فتنه درست میکنن، گمراهی ایجاد میکنن، تلاش میکنن برای سقوط و انحراف انسانها. این تلاش هاشون هم شکل‌های مختلف، هنری، موسیقی، همه ی قسمت ها رو سعی میکنن به یه نحوی دست شیطان رو تو اون مجرا جاری کنن، باز کنن، برای اینکه به انحراف بکشونن. کیو به انحراف بکشونن؟ بشر. لذا حضرت با یه شخص مواجه شدن، گفتن از عبرت‌های زندگیت به من بگو، امام علی علیه السلام. اون شخص گفت آقا خوب آدم دشمن زیاد داشته باشه، دوست کم داشته باشه. حضرت فرمود حرف جدیدی زدی. چرا آدم بایستی دوست کم داشته باشه، دشمن زیاد؟ گفت چون حواسش جمع میشه وقتی دشمن زیاد داشته باشه. کسی که تصور میکنه دشمنی به نام شیطان مخل جدی مسئله تربیت نیست، بازنده است. این تفکر رو ما اول بگذاریم کنار که یک انسانی که زندانی زندگی شده، چرا این زندانی شده؟ شیطان میتونه تو بخش بهداشت روانی وارد بشه و ما رو برامون کوبیدگی روحی به وجود بیاره؟ بله.
یعنی بهداشت روان انسان رو شیطان به هم میزنه. بله به هم میزنه. آیه 10 سوره مجادله میفرماد انما النجوا من الشیطان لیحزن. حالا آقایونی که عربی خوندن میدونن انما به چه معنیست، یعنی تأکید و قطعا. میفرماد نجوا میکنه شیطان تو دل اهل ایمان که چی؟ لیحزن، شما رو غمگینت کنه، دلهرگی بهت بده. بچت داره میره بیرون، میگه نکنه یه وقت بره زیر ماشین، هی دلهرگی، هی دلهرگی، به همت میزنه. یعنی چی؟ یعنی اون امنیت روانی شما رو به هم میزنه. یکی از کارکردهای شیطان به صراحت قرآن اینه. لذا این آیه یکی از آیات روانشناسی قرآنه که داره به نقش شیطان تو ایجاد اختلال روانی به شما تذکر میده که حواست باشه، از این بخش گزیده نشی. حالا یه مادر که روانش به هم ریخته، خب نمیتونه خوب آشپزی کنه، میگه دل و دماغ ندارم کار کنم. دیدید دیگه بعضی وقت طرف بی‌حوصله است. چرا؟ چون به همش زده. کی؟ گاهی وقتی عوامل بیرونی، گاهی وقتی عوامل درونی. آیه 17 سوره اعراف توجیه حمله های شیطان به ماست. والدینی که میخوان به مبحث تربیت بپردازن بایستی زاویه ذهنشون رو نسبت به شیطان تنظیم کنن، بدونن که چه نقشی داره، چه حیله هایی و چه حمله هایی، چه کار میتونه بکنه تو تربیت فرزند. وقتی قرآن کریم در آیه 64 سوره مبارک اسراء خداوند میفرماد من به شیطان اجازه دادم شارکهم فی الاموال و الاولاد، تو اولاد شما شریک میشه، یعنی دست میذاره برای گمراهی فرزند شما. چجوری باید اینو سدش کنی؟ این شراکت رو چجوری باید سدش کنی؟ امام علی علیه السلام در یه حدیثی میفرماند بچه دار شدن اول ماه‌های قمری و 15 قمری دست شیطان رو تو بچه شما باز میکنه. ولذا بعضی از مباحث فقهی که تو مباحث ازدواج هست به این مباحث پرداخته شده، من نمیخوام به مباحث فقهیش بپردازم. پس اول باید اینو ببینیم که کسی توجه به شیطان و حیله و حمله هاش نداشته باشه، یه زندگی مرگباری رو برای خودش داره رقم میزنه، چه بخواد چه نخواد. ما نمیتونیم به این زندگی بگیم حیات آمیز، چون داره زیر پاش خالی میشه، متوجه نیست. داره سرمایش داره از بین میره، خودش متوجه نیست. پس این احساس خطر داشتن و درک خطر داشتن یکی از عوامل موفقیت در تربیت. امام علی داره اینو به ما میفرماید. آیه 17 سوره مبارک اعراف به نوع حمله ها و درگیری ما با شیطان داره اشاره میکنه. میفرماید شیطان از راست میاد، از چپ میاد، از جلو میاد و از پشت سر. دو بخش رو شیطان کار نداره تو این آیه. میفرماید یکی پایین، یکی بالا. پایین عبارت است از سجده کردن، عامل امنیتی ماست. از حصار سیاه شیطان خارج میشیم با سجده، همین نماز خوندن، یکم دعا کردن. آیه 17 سوره اعراف هم میگه شیطان از جلو میاد. ببینید شیطان انسی کارش اینه. حالا شما نگاه میکنید تو محیط هایی که ما داریم زندگی میکنیم، تو محیط دوستی، فامیلی، بعضیا نماد شیطانن، رفتارها، گفتارها، بوی هدایت توش نیست. پس ما بایستی از اینا فاصله بگیریم. این نکته است که پس ما باید بهش توجه داشته باشیم که شیاطین به عنوان عامل اختلال آمیز جدی تو مبحث تربیت. ولذا میفرمان موقع که میخوان بچه دار بشن بسم الله الرحمن الرحیم بگن. خود بسم الله الرحمن الرحیم یکی از عامل دور کردن شیطان. امام باقر علیه السلام میفرمان، رسول الله هم صلی الله علیه و سلم میفرمان که موقع طلوع و غروب آفتاب رو بگید این ذکر را. اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین. از طلوع و غروب آفتاب تو مفاتیح الجنان اومده 10 بار این ذکر رو بگید. امام صادق علیه السلام میفرمان اگه یادتون رفت قضاشو بگید. این چقدر اهمیت داره. در اون بخش گزنده زندگی شما رو میگه. بعد امام باقر میفرمان که طلوع و غروب آفتاب شیاطین تو عالم منتشر میشن. امام باقر میفرمان سراغ بچه‌ها میان. یعنی خیال نکن فقط سراغ خودت میاد، سراغ همه میاد، حتی بچه کوچیکا. یا مثلا فکر نکن حالا بگی آره بچه از شیطان کارش نداره، نه میاد.
خیلی خوب. دست شما در نکنه. اگر اجازه بدید ما یه فاصله بگیریم، از دوستانمون برگردیم، شیطان رانده شده رو هم یه لعنی بکنیم و بعد برگردیم و ادامه فرمایشات شما رو بشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با نهایت افتخار همچنان محضر استاد رمزی اوحدی هستیم و داریم استفاده میکنیم از فرمایشاتش. بسم الله، در خدمت. عرض میکردم که شیطان یک عاملی است که در مقابل انسان میتونه انسان رو به زمین بزنه. در تاریخ بشر اگر نگاه بکنید بودن انسانهایی که تو دقیقه 90 گل خوردن. تو قوم بنی اسرائیل نگاه بکنید، قوم رو عبادت کرده، لحظه آخر سقوط کرد. تو قرآن کریم شیاطین رو خداوند متعال برای ما برشمرده. شیاطینی که به شکل آدمن، شیاطین انسی رو دارم میگم. در قوم حضرت موسی یه شیطان سیاسی بوده، یه شخص سیاسی به نام فرعون که کارش چی بوده؟ مفسد بوده. قرآن مؤدبانه در ارتباط با فرعون و رفتاراش حرف میزنه، سربسته میگه فاسد بوده. یه فرعونی بوده، یه شیطانی بوده، شیطان مالی به نام قارون. اونم کارش گمراه کردن بوده. حتما بینندگان ما داستان مواجهه قارون با حضرت موسی رو میدونن که چه توطئه هایی بر علیه حضرت موسی را انداخت، با اینکه فامیل حضرت موسی بود. دوباره شما نگاه میکنید یه شیطانی رو در قوم بنی اسرائیل قرآن کریم به غیر مستقیم اسمش اومده به نام شیطان عارف مسلک، شیطانی به نام بلعم بابرا. مستجاب الدعوه بود، بر علیه حضرت موسی قیام کرد. اینا شیاطینی هستن که به شکل انسانن و همه اینا رو خدا نابودشون کرد. ما تو بخش شیطان شناسی باید اینا رو بهش توجه داشته باشیم. حتی شیطان سیاسی هم داشته قوم بنی اسرائیل که گمراهی سیاسی مردم رو رقم زد، سیاسی دینی مردم، به نام سامری، گوساله ساخت. این بخش هایی که تو قرآن اومده در ارتباط با شیطان اگر ما بهش توجه بکنیم میبینیم شیطان عاملی بوده که تو بخش های مختلف در تاریخ بشر عوامل انحرافات مردم رو فراهم کرده و این شیطان به واسطه افراد این کار رو انجام داده. ما تو بحث تربیت دینی بر اساس آیات قرآن کریم 12 تا سرتیتر داریم. تربیت علمی، تربیت جسمی، برای اینا هم روایت آیه داریم ما. تربیت معنوی، تربیت جنسی، تربیت اقتصادی. تو بخش تربیت جنسی شیطان یکی از عوامل مهمه. قوم حضرت لوط چه مشکلی داشت؟ تو بخش تربیت جنسی مشکل داشتن. ولذا قرآن اشاره داره به مبحث تربیت جنسی. آیات متعدد داریم، تو سوره‌های دیگه هم داریم. می‌بینید یه ملتی رو نابود کرد شیطان. پس شیطان عامل انحراف و عامل سقوط. ممکنه همون مشکلات برای بعضی از اقوام گذشته برشمرده شده برای بچه ما و فرزند ما هم پیش بیاد. بله ممکنه پیش بیاد. امام علی داره میفرماد شیاطینی هستن که از راست و چپ و جلو میاد. ما تو مباحث ذکری، دوستانی که مباحث ذکر و مباحث معنوی و عرفانی رو دنبال میکنن، بنده تو این مسئله بررسی کردم. ذکری نداریم که امام معصوم دستور به قضا کردنش رو داده باشه. مثلا امام بفرماد این ذکر اگه یادتون رفت قضاشو بعداً به جا بیار. الا همین ذکر اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین موقع طلوع آفتاب میفرماد اگه یادت رفت امام ساعت 11 صبح یادت اومد 10 بار بگو. موقع غروب آفتاب هم اگه یادت رفت دوباره بگو. قضاشو بگو. اینقدر اهمیت داره. اینکه شما به عنوان یک مادر و پدر فقط وظیفه نداری بچت رو تو سرما شال و کلاه ببندی که سرما نخوره، ویروس نیاد تو بدنش. این خوبه ها، اما شما باید شیطان رو از این بچه بتونی دور نگه داری. این هم یه پایه علمی میخواد. اون تا همونجوری که فرمودین پیش نیاز شناخت شیطان. بله.
ما همین الان توی روزگارمون درگیر یک شیطان بزرگی هستیم که امام خمینی بهمون یاد دادن که شیطان بزرگ کیه، که این شیطان بزرگ نه تنها از افراد بلکه از همه ابزارها و وسایل پیشرفته روز دنیا، یعنی از علم، از صنعت، از همه چی داره استفاده میکنه که هم خود ما هم بچه ها و عزیزان ما رو به گمراهی بکشونه. یعنی درگیری همچین شیطان بزرگی هم همین الان هستیم. بله. خدا بهمون رحم. ولذا شیطان جنی و انسی تو روایت‌های ما مطرح شده، در قرآن کریم مطرح شده. شما نگاه میکنید میبینید که تو بخش مثلا تربیت معنوی امام صادق میفرماد ذکر طلوع این باشه، اما یه پیشگیری هایی داریم تو بخش تربیت جنسی، هم حدیث داریم هم روایت هم آیه. مثلا تو قرآن کریم هست که ای زنان پیغمبر میخواید صحبت کنید با نامحرم جوری صحبت نکنید، بعضیا تو دلشون مرضه. این آیات میره تو بخش تربیت جنسی. بله. یا نوع راه رفتن دختران شعیب پیغمبر، میگه اینا با حیا راه میرفتن. یعنی دقیق نقطه گذاری شده تو بخش‌های تربیت‌های جنسی، چون یکی از کارکردهای مهم شیطان تو بخش سوء تربیت مبحث تربیت جنسیه که تو قرآن هم گفتم، من دارم اون فکت‌هاش و آیاتش رو اشاره میکنم. ولذا شیطان، مثلا شیطان انسی، یکی از مصادیقش رفیق بده. میگه کاش با فلانی رفیق نمیشد. معلومه پس رفیق قدرت داره، قدرت اثر و سلطه داره. یاد جهنم میرن به خاطر رفیق بد. این رفیق بد یعنی شیطان انسی. یعنی والدین تو خونه داری آموزش میدی، اما پسر نوح با بدان بنشست و خاندان نبوتش گم شد. رفیق بد میتونه انسان رو جهنم ببره. لذا تو سفین هم حضرت فرمودن اون قرآن ها رو بزنید. چرا بزنید؟ چون از اطرت جداه، چون از علی جداه. علیون مع الحق، هر کجا علی باشه اونجا حقه. اونجایی که علی غائبه صلوات الله علیه اونجا باطله، ولو اینکه قرآن اونور باشه. اون قرآن دیگه قرآن به کار ما نمیاد. پس ببینید شیطان به عنوان کسی که تو دل ما الهاماتی رو ایجاد میکنه، وحی داره. به صراحت آیه 112 سوره مبارکه انعام میفرماد شیاطین وحی داره، تو دل شما میارن یه چیزایی رو. حالا من اینا رو نمیدونم، به عنوان یه پدر و مادر اینا رو نمیدونم، فرمایشات امام علی رو نمیدونم. این بحثی که ما امروز داریم ارائه میدیم میره تو بحث تربیت پیشگیرانه، که یه پدر و مادر باید بدونن که آقا یک ظرفیت منفی وجود داره که تو مجموعه خلقت لازمه، وجودش لازمه، اما من باید مراقبت داشته باشم. ببینید وقتی یه هواپیما میخواد حرکت بکنه، لاستیکی که هواپیما داره اون چرخش رو آسفالت داره، فشار بهش وارد میشه موقعی که داره حرکت میکنه. هر چقدر فشار بیشتر باشه حرکت بیشتره. پس ما بگیم فشار به لاستیک نیاد، مثلا لاستیک بگه آقا اینقدر به من فشار نیار. فشار عامل رشده، فشار عامل حرکت هواپیماست. حالا مثلا ما اونجا یه جوری جاده رو طوری طراحی بکنیم که این بکسه باد بکنه در جا به چرخه، داره میچرخه، انرژیش هم داره میچرخه، ولی حرکت نمیکنه این هواپیما، در جا ایستاده. شیطان قطب مخالف ماست. من این مثال زدم، فشار وارد میکنه که ما بریم بالا، ولی ما باید حیله هاش رو بشناسیم که به دامش نیفتیم. حضرت امیر دارن اینا رو میفرمان که حواست به شیطان باشه. حضرت با این شیاطین درگیر بودن. پس ببینید وقتی شما تو محیط تربیت ایزوله نکنی محیط رو، تربیت شکل نمیگیره. خیلی ممنونم استاد رمزی اوحدی عزیز، دست شما درد نکنه. ما رو با مکرهای شیطان قدری آشنا کردید، راههای نفوذش و روشهای حملش. خدای سپری به ما بده که بتونیم بگیریم مقابل خودمون و شیطان، از خودمون و فرزندانمون و عزیزانمون مراقبت بکنیم در برابر شرور و وسوسه هایی که هستش. عواملی نداریم؟ سلامتی زنده باشید. خیلی استفاده کردم. خیلی ممنونم که برنامه خودتون رو تا پایان تماشا کردین. مراقب خودتون، عزیزانتون و خوبی هاتون باشین. التماس دعا یا حق. خداحافظ.